سلام. خوش اومدید به روز 5 روز مونده. پسر ما همچنان همکاری کرده، نیومده. پسر حرف گوش کنی بوده. امیدوارم که بیرونم که میاد همینقدر حرف گوش کن باشه. این بچه به خودش باشه فکر کنم هیچ وقت همکاری میکنه نمیاد. البته ممکنه به باباش رفته باشه. جای گرم و نرم دوست داره و اون تو هم که گرم و نرمه و مونده فعلا. ولی خب بالاخره هر چقدر هم بمونه جمعه به زور قراره بکشنش بیرون بچه رو بیچاره. آره الان ما داریم میریم یه مغازه اینجا از هول فودز که هم یه سری چیزا رو پس بدیم، همین که من میخوام ژل درست کنم، چون که شما وقتی که میری بیمارستان برای زایمان طبیعی نمیتونی چیز بخوری، خوراکی نمیتونی بخوری، ما فقط مایعات شفاف میتونی بخوری. تقریبا همون رژیمیه که برای کولونوسکوپی میدن که مثلا آب اوکیه، نمیدونم آب میوه، آب مرغ و گوشت اوکیه، ژله اوکیه. بعد من میخوام آب میوه بخرم خودم ژله درست کنم. حالا براتونم میگم چرا. رسیدیم خونه شروع کردم درست کردم. خب ما برگشتیم خونه. من ژله رو میخوام خودم درست کنم. علتش هم اینه که اینجا ژله ها همه رنگ خوراکی داره و رنگ‌های خوراکی هم واقعا چیزای خوبی نیست. آمریکا هم خیلی این قوانین غذاییش قوانین درستی نیست، یکم به خاطر لابی این کارخونه‌های غذا و شرکت‌های سرمایه‌داری که مثلا غذا اینجا تولید میکنن و دستن در کار و دستنکارن. آره توهم توطئه نیست، واقعیه. آره مثلا رنگ‌های خوراکی به طور خاص مثلا رنگ قرمز 40 یا زرد 5 اینا قشنگ دیگه واقعا ریسرچ نشون داده که مرتبط با یه سری مثلا بیماری‌ها، یه سری اختلالات تو بچه‌ها، تمرکزشون از بین میره. خاصه خیلی از این تاثیرا داره هم رو بزرگسالا هم رو بچه‌ها، در حدی که اتحادیه اروپا کلاً غیرقانونی کرده رنگ‌های خوراکی رو. یعنی شما مثلا پاستیل هاریبو که یه مارک خب شناخته شده است تو آمریکا بخرین یا تو اروپا خیلی فرق دارن. توی آمریکا همه رنگایی که استفاده شده رنگ خوراکیه، توی اروپا رنگا همه رنگای طبیعی غذاست. مثلا رنگای طبیعی میوه است. اون اگه ایران میاد ولی از اروپا میاد، درسته؟ نمیدونم، چک کنید پشتشو بخونید، ولی کلا بخونید پشت چیزاتونو حتما. بعد من خودمم ژلاتین گاوه خریدم که این ژلاتین خیلی خوبیه. گاوش علف خورده، چیز آتش بله گراس فد، بهش چیز بی خود ندادن، چون باز اینجا به گاوا مثلا ذرت میدن، چیزایی میدن که خاصیت نداره. اینو بکنم همه جا میدن ولی یعنی تو ایران و اینا آره میدن. تو آمریکا خب خیلی بیشتره این چیزا دیگه. آمریکا ذرت کلا چون زیاده به هر چی که میشه ذرت میدن بخوره. آره من این آب میوه هم خریدم. اگه تو آمریکا زندگی میکنی اینا هول فودز آب میوه است که طبیعی، از کنسانتره نیست. بازم حالا درسته که دیگه فیبر میوه توش نیست همچنان، شکرش زیاده، ولی خب نسبت به ژله‌ای که شما بیرون بخرین خیلی چیز سالم تریه دیگه. یعنی شکر سفید نداره، شکرش حالا باز شکر میوه است، مثلا شکری نیستش که از یه پروسه شیمیایی گذشته باشه. چیزش هم نوشته دیگه، مواد تشکیل دهندش هم فقط همین نوشته آب انار. آره دیگه فقط آب انار، این چیز دیگه نداره. شکر اضافه، رنگ اضافه. درست. حالا من خیلی قشنگ چه طعمایی داریم؟ انار دارم ولی میترسم انارش خیلی من بهتون یاد دادم. وایسا بذار قاشق بیارم. اینجا منو نیاز نداره سپیده. یک قاشق یک ذره مستقل میندازین این لا، این پیستش که در اومد یعنی این تموم شد، باز میشه خیلی راحت. حالا من میخوام ببینم آیا این انارش هم ترشه یا نه. ترشه. بعضا من باید قاطی کنیم برای چیزی. ترشه ولی شیرینی هم داره. آره ولی به طور ترکیب برای من ترشه. خب خوبه دیگه، پس شروع میکنیم. مصدوم آماده است. مصدوم همینجوری میریزیم؟ میخوایم سه تا درست کنیم. اول اینه که ما اینو ژلاتین رو همینجوری زرتی نمیریزیم. ژلاتین رو باید بریزی توی حالا این آب میوه سردت، بذاری یه چند دقیقه بمونه، به اصطلاح
فارسیش میهاش نمیدونم چی میگم انگلیسی؟ اینجا میگم بلوم کنه، شکوفه بزنه، انگار بلور بلور بشه. بعد اون وقت قاطی میکنیم با چیز اصلیمون. مقدار ژلاتین 2 تا قاشق غذاخوری برای هر طعمی برای هر ژله‌ای. بعد 1 لیوان از هر حالا آب میوه‌ای که دوست داریم روش میریزیم. خب تو الان چیکار میخوای می‌کنی؟ اینو بریزی روش؟ این یه لیوانه؟ بله. بهش نمیاد. بهش میاد کمتر باشه یا بیشتر؟ کمتر. نه، یه لیوان، نگران نباش. خوبه. حالا تا دسته؟ تا دستم نشد اشکال نداره. خب اوه اینجا نمیشه که این تو. چرا؟ اب نداره. اوه خب همشو نمیریختی. خب این دیگه اینجا بعد یه کار ظریف کاری شد. ای وای. هم باید زد؟ آره اینو باید حسابی. خب بده من بزنم. نه میزنم. میخوای ظرفشو عوض کنی؟ اینو آب بزن. این عوضش خبرایی خاطره که این شد. باید ظرفش عوض شه. خب یه ظرف دیگه بذار بیارم. یه ظرف از این زیر بیا. خب من این خرابکاری رو منتقل کردم به ظرف بغل. خب میرم برای پروژه بعدی. اینو باید قشنگ حسابی هم بزنید. توش هیچ تیکه اینو بذار اونجا هستم. توش هیچ تیکه مثلا قلمبه حل نشده ژلاتین نمونه. ببین این تو هم میخوای بری؟ همین ترکیب؟ آره دیگه. من فکر میکنم 3 تا هم باشه ولی به نظر من انارش یه ذره ترشه برای اینکه خالیش و انگورش هم وقت خیلی شیرینه از اون وقت. این یکی میخوای که انارشو بیشتر کنم انگورشو کمتر؟ هر جور دوست داری. اینو 60% چیز میزنیم. ترکیبی پر رو. 50% چیز. مطمئن شید که توش هیچی تیکه های ژلاتین نمونده باشه. اینو اگه میخواید بیرون نریزه از داخل بریزید. ای وای. اون دوتای دیگر رو که نگفتم دیدی؟ خیلی قشنگ بود. خیلی صحنه جالبی بود. اگه خواستید نریزه این کاری که سروش کرد رو نکنید. خب من دیگه رفتم این پایین. رفت پایین لای کشو. ببین من کارم کباب و گوشته یعنی چی؟ و خورشت. چیزای سری ژله نمیتونی ژله دستم نمیره. آره این پایین الان روز اولش بهتر شده ولی حالا شما نمیبینید. این بالا رو هم تمیز. چون جوری من خب این الان اینا رو ما میذاریم یه چند دقیقه بمونه. اصلا خودتون میبینید که انگار ژلاتینا این آبا رو کشیدن به خودشون بلور بلور میشن. این یکی شده تقریبا. آره اینم تقریبا شده. خب اینی که فعلا از ایناییه. ببین کلا ما 4 تا لیوان آب میوه میخوایم. الان یه لیوانش رو ریختیم با 2 تا قاشق غذاخوری پودر ژله که فعلا با هم شکوفا بشه. بعد 2 لیوان دیگر رو میریزیم توی ظرفامون میذاریم یه 30 ثانیه تو ماکروفر که گرم بشه. نمیخوام قلقل کنه ها، میخوام که گرم بشه. بریزیم تو عزیزم. از همون ترکیب یه دونه از این میذارم یه دونه از این دیگه. آفرین چقدر. خب ببینم تو این ظرف میتونی بریزی یا نه. یا میزنه بیرون دیگه. یه دونه هم این تو بریز میخوای. 100%. حالا من البته اینو چشمی هم برای شما میتونستم ندارم ولی دیگه خیلی ممنونم. متشکرم ازت. ممنونم که این کار نمی‌کنی. خب این انگور و کرنبری با هم هماهنگی چیز دارن. انگور چیزه. انگور و اناره. انار. آره بد نمیشه. احساس میکنم این آموزشی که بچه ها میکنن توی اون برنامه ها. چرا؟ چون خیلی کارا خوب ریختی و مثلا خیلی حرفه‌ای و برات خیلی کار آسونیه. یک لیوان از این بریزین تو. آفرین. من اینو از نزدیک نشونتون بدم. حالا من بعدم پسرم که به دنیا اومد پسرم رو جایگزین. نگاه کن اینجوری میبینی همه رو کشید به خودش و اینجوری شکوفا شد. حالا اینا رو من هر کدومو 30 ثانیه میذارم توی ماکروفر. بذار من بذارم. میتونی؟ میخوای با هم بذارم؟ نه جوری که شما ظرفو میارید دیگه گرم باشه. بیاز. خب تا سروشون رو میذاره من اینو بهتون نشون بدم. ما این ژلمون که شکوفا شده رو میریزیم توی این آب داغمون.
خب یه لیوان دیگه هم بریزی ولی نه. اول ژله رو کامل این تو باید حل کنی. خیلی راحت باید حل شه دیگه. این باید قشنگ داغ باشه. داغه. آره خوبه این الان به آره این الان خوبه. خب الان این ژله من کامل این تو حل شد. این دوتا رو میخوای با هم قاطی کنم؟ دوست نداری این همینجا نشون میده که ما اینا رو نصف نریختیم. حالا پیدا نیست ولی این انار بیشتر ریختیم تا چیز. ریختیم هم که من ریختم بهتر. چون اینو حالا من با این قاطی میکنم. قاطی کردی؟ من گفتی نکن. نه بکن. من که میخوام ببینم چه مزه‌ای میشه قبل از اینکه ژله رو بخوریم. این اون ترکیبیه که ژله قراره این مزه رو بده که ما اصلا نچشیدیم، هم زدیم فقط. بعد مزه شوخی کردم. خوبه واقعا. به منم بده ذره. بس میگی؟ به خدا خوبه. چرا میگیم؟ نه به شوخی گفتم ولی خب این یه لیوان بگیر. بذار من بریزم. خوبه. چه مزه عجیبی شد. نه یه گسی انار داره، یه ترشی انار، یه مزه فوق‌العاده شده. انگوری میده. نه این خوبه. این به خصوص تو حاملگی میچسبه. من اون موقعی که دارم اینا رو میخورم عصبانی هم و چیزم یاد امروز میفتی. اینم باید فکر کنی که اینا بد مزه. حالا اگر که چیز بود یه سری هم از اونایی که آماده است مطمئنید مزه خوشمزه‌ای داره اونا آماده کنین. فکر کنم اون برای خیلی خوشمزه شه. خب این بود از روز پنجم ما. همونطور که دیدید مثل روزهای گذشته روز مفیدی داشتیم. حالا امروز ادامه داره البته. آره قرار سارا بیاد پیشمون، سارا کبیری، با هم سه چیزا درست کنیم. از این جهت گفتم که یعنی روز مفید تموم نمیشه. امیدوارم که روز چهارم رو ببینید شما. به روز چهارم نه من دیگه احساس میکنم تا آخرش رو میریم. منم فکر کنم تا آخرش رو میریم. تا اینجا رفتیم دیگه تا آخرش. احتمال داره از اون بر روز صفر تموم شه بعد روز منهای یک. بچه هنوز نیومده. نه دیگه گفتن جمعه نیاد میکشنش بیرون. اینو ما نداریم دیگه. مطمئنیم 10 روز یا کمتر. ببینیم چی میشه. خب به امید دیدار دوباره. حالا یعنی الان شما که این ویدیو رو میبینید در ادامه باز ما رو میبینم میگیم سلام. آره دیگه. یعنی خب ما نمیدونیم که بلاگ دیگه شه. او راست میگیم. ما نمیدونیم فردایی وجود داره یا نه. هیچکی نمیدونه فردایی وجود داره یا نه. اینو یادتون باشه. با این جمله مشغول باشید تا فردا. به امید دیدار مجدد. خداحافظ. خب امروز روزه سلام امروز روز چندمه؟ بگو. امروز روز چهاره. روز چهارمه. ما اومدیم برای این تست استرس بچه. نان استرس یعنی بدون استرس ولی چک همونی که چند روز پیش هم بودیم. این دیگه تست آخر بچه هست. بعدم دکتر رو ببینیم که دکتر توصیه های آخر رو بکنه و دیگه بریم برای بچه رو سایز بزنن امروز. ببینن چقدر گنده تر شده چون بچه گنده ای کلا. آره. امروز قراره اتاق بچه رو کامل کنی؟ نه دیگه اتاق بچه رو فردا. امروز فردا چیکار کنی؟ امروز استراحت میکنی. امروز استراحت و اینجا هم آتش سوزی شده و حالا میدونم که ایران هوا خیلی بده ولی اینجا یه چیز عجیبیه امروز. میتونم نشون بدم. نه پیداست. نه پیدا باشه. هرچه نکنم پیداست. ببین اینجا ساختمونای چی معلوم نیست. آره هیچی پیدا نیست. اینا دوده رو هوای دیگه. هیچی پیدا نیست. خب ما برگشتیم خونه از دکتر. بچه ما همچنان بزرگ و بزرگتر شده. الان 4 کیلو رو رد کرده و حسابی پرواره. چجوری جا شده اونجا. آره میگم بچه اینجوری مچاله سلام توی کرد. آره توی سونوگرافیش هم مثلا دلش دیگه دایره نبود بیضی شده بود بیچاره. همه جاش فشار آورده بهش. آره دیگه میاد بیرون دیگه. آره ما امروز برگشتیم یه سری جمع جور کردیم، کارهای مفید انجام دادیم همچنان امروزمونم. و یه چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم اینه گهواره بهش میگن. چی میگن؟ تختش نیست. اولا نمیره تو تختش ولی اولا توی گهواره میره مثلا تا مثلا 4-5 ماه اول که بغل تخت میذاری راحت باشه پیش مامان باباشه دیگه. آره تو اتاق مامان باباشه. بعد این گهواره هم گهواره مثلا خیلی اینجا خوبیه و همه خیلی روش قسم میخورن و میگن اصلا خوابتو عوض میکنه، زندگیت عوض میشه، ولی چیز گرونیه. همینجوری بخوای بخریش
$700-800 بعد تازه تکس هم میاد روش، خلاص نزدیک $2000 میشه. ولی ما یه دست دوم خوبش رو پیدا کردیم، فکر کنم چند خریدیم، $600. ولی نکته دست دوم اینه که خب بعد ما همین $600 رو میتونیم بفروشیمش بعد بچه. دست سوم. ولی باز همینقدر میخرنش. اینم نشون بدم، اینم بالش حاملگی منه که اینو می‌بینی؟ این با سپیده و اینا دیگه جایی برای چیز نمیمونه. ولی خب جایی برای سروشه. ولی من این خیلی خوب بود، خیلی دوست داشتم. من ویدیوهاشو توی تیک تاک و اینا دیدم که وقتی که تموم میشه حاملگی و اینا، مردا شوهرها دیگه انقدر این جای تختشون رو پر کرده، اینو اولین کاری که میکنم میگیرم پرت میکنم میندازن سطل آشغال. ما که نمیندازیم سطل آشغال، نه سر ما نگهش میداریم، این دیگه اینجا میمونه. خب بهتون حالا چیزو نشون بدم. اسم اینم هست سنو، حالا بعد لینکشون هم بعد میفرستم. خب آنباکسش کنم. این از باکس آنباکس شده، این فقط پارچشه که دیگه خاک نخوره. بعد تازه یه سری از این بینا چی میگن؟ قنداق. یه سری از این قنداقا هم با خودش میاد که قنداقش خب خیلی راحت قنداق میشه کرد. بعد قنداقش اینجوری سفت میشه میره تو اینا. بعد این باعث میشه که بچه دیگه قلط نخوره دیگه. اون مشکل این که این موقع بچه قلط بخوره اینا رو هم نداره. خب حالا نشون دادی که وصله. بعد این کاری که میکنه اینه که یه صدایی از خودش در میاره. خب بذار بچه رو بیارم. صدای توی شکم مادر شبیه اونو مثلا ساختن، اون صدا رو در میاره، صدای شبیه شکم مادر در میاره و تکون میده. چیه؟ بچه‌مونه آماده است برای چیز، برای قنداق آماده سازی. خب بیا که نشون بدیم چطور بگم کار که میکنه. این یه کار دیگه هم که میکنه، وقتی بچه اگه از نصف شب از خواب بیدار شه و صدا کنه گریه کنه، این خودش شروع میکنه تکوناش رو بیشتر میکنه یا دوباره شروع میکنه بچه رو تکون دادن. اینجوریه دیگه ها. آره میره لای پاش، اول دستاشو باید ببندی، پاشو اون لای پاشو. آفرین. این برای من بار اولم است دارم اینو میبندم. خوب داری میبندی دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. آفرین. اینم دستاشو بخواب بچه، اونم پاشو. این بچه رو نکردم. اول باید پاشو میکرد، اشکال نداره. یکم بچه رو بده پایین. مصدوم آماده است. خب این بچه که خوابیده بخواب. خب این الان آماده شد، درسته؟ میبینی این بغلش هم صفر شده، این بچه دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه. خب بزنم دکمه بچه رو. روشن کن بچه رو. کاش تا یه رو تست کردیم کار میکرد قبلا، ولی آها ببین تکون میده، صدا میده. صداشو بذار من پایین که میکروفونم بگیره. این بچه حالا خوابیده، مثلا یهو میخواد از خواب پاشه یا میخواد گریه کنه. بعد ما میخوایم نشون بدیم که این با گریه بچه واقعا کار میکنه یا نه. برو یه گریه بذار. یه گریه پیدا کرده بوده. گریه کن بیتر بیا. خب بذار. این بچه ولی چیز بود، بچه بزرگ بود. این بچه بزرگه که این اتفاقا خوبه، نشون میده که اگه بچه بزرگ باشه باهاش کار نمیکنه. ما میخوایم صدای بچه تازه به دنیا اومده رو بذاریم. دیدی تون شد، صداش هم بیشتر شد که بخوابه بچه ها. دیگه مثلا قطعش این بچه الان ساکت شد، ولی حالا یه ذره ادامه میده تا بچه دوباره پا نشه. آره یه کوچولو هم حالا با همین سرعت ادامه میده که مطمئن شه بچه خوابه. ولی جالب بود. خلاصه این دیگه در کنار ما هست، یعنی پیشرفت کرده. برای چند ماه هم حالا باید ببینیم که بچه مثلا این تو میخوابه نمیخوابه. آره ولی خب خوبیش اینه که اگه نخوابید ما دوباره همین $600 رو میتونیم بفروشیم، یعنی ضرر نمیکنه. خوبیش اینه. ما در ادامه امروز میخوایم باز بریم یکم خونه رو تمیزکاری کنیم، مرتب کنیم، یکم اتاق بچه رو چیز کنیم. حالا اگه اتاق بچه رو رسیدیم که امروز، اگه نه فردا بهتون نشون میدیم. آره. خلاصه با ما باشید در ادامه این 10 روز. اینم جعبه وسایل بچه است که ما همینجور خریدیم. جعبه ها رو ریختیم اینجا تو پارکینگمون. الان دیگه زیاد شده. اینم اون تلویزیونمونه که اون وسط ها سوخت
که تا حالا ما ندیده بودیم تلویزیون بسوزه. ایناست که برای هالووین گذاشته بودیم. این جعبه ها دیگه الان انقدری شد که دیگه بیشتر اینجا رو گرفته. امروز گفتیم حالا یه آقای بیاد اینا رو همه رو ببره. تلویزیون هم میدی بره؟ های ببینیم چقدر اینجا ما باکس داریم. ببین چی؟ بیا اینو بچه رو نشون بده. من اشاره کردم سقف این ماشین کوتاه. بذار ببینیم. بیا. خب برو ببینم چی. خب این صندلی ماشین بچه است. خب من اینجا اینو نصب کردم. حالا ما میخوایم این بچه رو تو ماشین اولا که من اینو اینجوری کنم اول این بیاد بالا مثلا. خب حالا این مثلا اینجا قرار گرفته. ما میخوایم بچه رو میخوایم در بیاریم. شما نگاه کن. این الان بچه آزاد شد. تا اینجا همه چی خوبه. آره. از اینجا بچه میخوره به این کار میاد. واقعا خیلی زدی. خیلی این بچه خوابه. خواب نام. نه دیگه تو نه ولی واقعا هم نمیشه بدی. واقعا جاش کمه. قبوله میپذیرم. حالا دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که حالا این بچه که الان حالا این بچه که اصلا بیچاره شوکه چیز گرفت این بچه رو بکنم میگیرم. ببین این چون از این پایه ها داره صندلی بچه‌اش. آره اینجوری ما بیس داره. شاسی بچه رو آورده بالا. بچه شاسی بلنده ماشین شاسی کوتاه. مشکلی نه. شاسی صندلی بچه بلنده. شاسی ماشین کوتاه. آره حالا نداره دیگه. حالا اشکال نداره بالاخره این بچه سه سختی هم باید بکشه تو زندگی که مرد بار بیاد. اینم کامیون آقا است. اومده اینجا این باکس های ما رو ببره، جعبه های ما رو ببره. چکار باحالی کرد دیدی؟ آره شوت زد و رفت. این آقا رو ما همیشه بهش میگیم بیاد. قیمتش هم بقیه بهتره سریع هم میاد. اینجا چون واقعا کاری نمیشه کرد. الان ما بهتون بگیم کم باشه میشه دونه دونه رو اینا رو چیز کنی بذاریم تو اون چیزای بازیافتی خودمون. سطل آشغال بازیافتی خودمون. سطل آشغالمون خیلی کوچیکه مثلا یه باکس توش جا میشه. ولی این آقا مثلا سروش میگه ارزون بهش $100 دادیم. سطل آشغالای ما اینا. این چیزای بازیافتیه ولی خب اون خیلی جعبه زیاده. البته آدم اگه حوصله کنه بعد اینا رو دونه دونه باز کنیم فضای کم. بازم مثلا تلویزیونو چیکار باید می‌کردیم؟ تلویزیون که سوخته رو کاری نمیشد کرد. همینجوری هم هیچ کاری نمیتونی بکنی مثلا تلویزیون سوخته رو. بذار اون سیستمتو نشون بدم. سیستمتو. همینجا رو. آره. اما کلید این صندوق پست ماست و ما کلیدش رو یه مدت زیادی گم کردیم و تنها راهش هم اینه که عوضش کنیم دیگه یکی دیگه بخریم. نه میتونی قفساز هم بیاری. فکر کنم گرون میشه مثلا $100 میشه قفساز بیاری. اینا فکر میکنین چنده؟ $50 میخریم یکی دیگه. چاق شدی از هفته پیش چون دستت میرفون تو. این دیگه تموش نمیرسه امسال. بگو من بکنم. تو که نمیخواد بری تو. من که دستم از تو کوچیک‌تره. آره ولی تو الان حامله دست درد میگیره. ایوا دست منم نمیرسه روش. نه هوا سرد شده این منقبض شده. فکر نکن. این نامه مهمی اون تو میبینم. بذار ببینم میتونم با دوربین بگیرم توشو. کنی معلوم میشه اون طول کلاشو بکنم تو. کلاشو آفرین. نه دوربین نمی ولش کن. اینم ما درست یه دونه توش نامه است معلوم نیست ولی آره خواسته اینو میتونیم بکنیم جاش یکی دیگه بذاریم ولی کندنش هم فکر کنم لازمه. وایسا نشونت بدم. آره یه 2 ماهی هست اینجوری ما نامه در میاریم. با مثل همسایه‌مون بگیریم اینا که درش راحت باز میشه. اون دیگه میتونیم ما هم الان باز کنیم. آره. ولی اینجا که نامه‌ها رو کسی بر نمی‌داره نامه‌های آدم. آره اختیار نامه‌های اصلی تو میاد. واه. سلام. صدای ما رو دارید از روز 3 روز بیشتر باقی نمونده. پس اون فردا میاد. درسته. پسر ما همکاری کرده. البته همکاری که چه عرض کنم اینجوری دیگه از اینجا به بعد دیگه همکاری نیست. گیر کرده. آره. خیال ما راحته دیگه داریم خورد آروم کارمون رو انجام میدیم و امروز اومدیم اتاقشو بهتون نشون بدیم. پدر مادر خوبی بودیم اتاقشو چیدیم. اول چیدیم الان این چه که شما میبینید نتیجه ساعت‌ها کاره. تیمی
تیمی شبانه روزی. بله. بله. خب میخوای کلیتی نشون بدی؟ 100% توضیح بده. براتون بگم این اتاق خیلی بزرگه. اینا آینه نیست. خب آها یه چیزی بهتون بگم، اینجا بچهای تلگرام من عکس فرستادم، خیلی یهو ترسیدم، گفتن این اتاق چقدر رنگ نداره. اینا درست میشه، نگران نباشه، این اتاق رنگ میگیره. اینا فقط چیزای ثابت کنم رنگ داره. اینا همه رنگه. اینا چیه پس؟ این ما فعلا جای فرش این براش بادمجون اینجا چیه؟ رنگ اضافه میکنه، نگران نباشه. فعلا چیزای گنده و اصلیه که خب رنگای چی میگن نوترال بدون رنگ فعلا گرفتیم. نود میگن فکر کنم تو ایران. نود شاید میگن، نمیدونم. بعد حالا با چیزای دیگه دیوارش رو خوشگل میکنیم، نگران نباشید. یا با فرش رنگی. حالا فعلا این فومو چرا میخندید؟ خندم شد برای دیوارش فعلا یه چیزی در نظر داریم. اینا رنگ این میخوام نشون بدم. این رنگش. نه خب حالا اینا به مرور خودشو پیدا میکنه. اینا خودشون پیدا میکنه. نگران نباشید. آره. خب بعدم این بچه شاید کلاسیک باشه. شاید. خب برو. خب من براتون اینجا الان چیز داریم. یه دونه از اینا دارم، از این کارتایی که اینجوری تکونم میخوره، که خب میگن این خوبه چون که میخوای شیر بدی و همیشه بغلت باشه، چیزای لازم داره تو اون تو میذاری. این الان فعلا پمپ منه گذاشتم، بعد توش احیانا چند تا دایپر مایپر و دستمال و اینا میذارم. اینم که میخوای سروش نشون بدی. تو برو بشین. من بشینم. برو بشینش. اینم صندلیه که بچه رو روش اینجوری تکون میدی و شیر میدی و اینجوری. آره بعد چون پاشم میاد بالا اینجوری میشه. برو به برقه. آره صندل اینو من خیلی شنیدم که خیلی به درد میخوره، ولی حالا واقعا نمیدونم چقدر به درد میخوره. بهتون میگه دیگه خوبه دیگه. برای نشون دادن. این کامل برای پدر بچه هم خوبه، برای مادر بچه این میشه خوابید روش بعدا. آره. این اوناییه که برای پدر بچه واقعا بعدها به درد میخوره، آدم دور نمیره. آره خواسته اینجوری تکون هم میخوره بچه روش بخواب. این پتوی بچه است، سپیده اینو بافته. خودم بافتم براش. آره پتوی بچه‌مونه. این دوشکش هم دوشکیه که هواگیره، نفس کشه. یعنی اگه بچه حتی با صورت هم روش بخوابه میتونه نفس بکشه. نکتهش اینه، خوبیش اینه. اینم که این فومیه که انداختیم کف که قشنگ یه رنگی به اتاق بده. تازه این وریش کردیم که رنگ داشته باشه. اون برش هم میشه انداخت که رنگ نداره. به خاطرش دوربینه که قطع کنیم اون وریش میکنه. به خاطر شما ما این انداخت. خب این تابلوها رو که سروش باید بزنه به دیوار فعلا. همین بالا بزنم نه؟ آره میزنیم اینجا مثلا یه دونه بالونم گرفتم برای بچه که از این بالا اون آبیه قشنگ، اون خوشگله. همونطور که میدونید من عاشق ارگانایزر هستم. 100%. ارگانایزری داریم که توش چیزای بچه رو داره، چیزایی که لازمه برای عوض کردنش. اینو همونطور که آشنایی دارید اونیه که دستمال مرطوباشو گرم میکنه که بچه موقع سردش نشه خدای نکرده. اینو تو ویدیو آنباکسینگ داشتیمش. آره دقیقاً. اینم که دایپراشه که حالا باز میکنم، فعلا باز نکردم که پوشکاشه که خاک نشینه روش. و اینم که سروش باید بزنه به دیوار. اینا هم که مال اینا هم دیدین دیگه. آره چیزایی که فکر میکردم شاید لازم باشه گذاشتم. این چیزشه، میز تعویزش، اون ابریه که روش بچه رو میخوابونی عوض کنی ولی سرده. اینا رو خریدم که اینجوری میندازی روش که بچه موقع سردش نشه، اینجوری عوضش میکنی. بعد هر سری اینا رو میدی میره هر یه دو. آره دیگه. یعنی یه بار مصرف هم که بعد نه یعنی شسته میشه، یعنی هر یه باری که عوض میشه بعد جابجاش. آره فکر کنم دیگه، پس احتمالاً کثیف میشه هر یه بار. حالا کشوهاشو بهتون نشون بدم. این مخصوص چیزای تعویزشه، عوض کردنشه. اینا رو تو اون ویدیو آنباکسینگ دیدین خیلیاتون دیگه. این کیسه هاشه، این دستمال مرطوباشه، اینم چیزاشه، پوشکاشه. دستمال مرطوبا میره این تو. آره. اینجاها بعدن همه رنگی میشه. همه رنگی میشه. خب اینا این دستمالاییه که استفاده میشه برای اینکه آراغشو بگیری و کلا اینم چیزه. بهتون نشون دادم اینا رو، نفکر کنم. اینم اینجوریه، میبندی به گردنش که تف میکنه و نمیدونم. آره از اینا میگفتن زیاد بگیرین. اینا رو زیاد گرفتیم ما. اینا هم دستمالاییه که بهش میگن دستمالای آراغ. اینجوریه
این که تو میندازی اینجا و بچه پیش آرقشو که میگیری و اینا که اگه که آرق زد رود نریزه. حالا در یه ویدیو باید روش‌های مختلف گرفتن آرق رو توضیح بدیم. اونو تو خوب بلدی، من هنوز خیلی بلد نیستم. خاصه این دستمالای اینه. بعد دیگه اینم یه همونطور که می‌بینید من خیلی ارگانایزر دوست دارم. اینم چیزایی که بر بچه حالا استفاده میشه، شونشه اینا و بود توی اینا چیزایی که هنوز باز نکردم. آره. گذاشتیم اینجا. اینا دستمالاییه که باهاش بچه رو قنداق میکنن، ولی هم باهاش قنداق میکنن هم که دستمالای خیلی خوبیه، خیلی همون هم که بیاره میتونی بچه از این پارچه های نخی خیلی نازکه که خیلی زود آبو میگیره و خیلی زود خوش میشه. آره مثلا همون میاریش حتی با این میتونی خوش کنی یا عوضش که کردی خیس شده میخوای ببینید لای چیزی بپیچی خشکش کنی سریع، اینا خیلی چیزای خوبیه. اینم اون وقت چیزشه، سطل آشغالشه. اینا یکی بهم که دوستان بهم گفت. این نکتهش اینه که این درش باز میشه، میبینی پوشک رو میندازی این تو، در رو میبندی، بعد پوشک رو میندازی تو اون پایین. هر دفعه که در رو وا میکنی هیچ وقت بوی اون زیریا رو نمیزنه بالا، چون هیچ وقت درش کامل باز نمیشه. خاصه این چیز خوبیه. حالا میریم سراغ قسمت شیرین لباسای بچه. من همونطور که میدونی خیلی لباس نخریدم، چون که به نظرم یعنی همه میگفتن که زود زود بزرگ میشه و نمیدونم بعد ببینیم چه جوریه. حالا که الان که بچه ما خودش خیلی گنده است، فکر کنم با سایز الانش یه سریشو کلا رد کرده. دقیقاً. یعنی اضافه کنم اینا رو نتونیم تنش کنیم چون اینا مال بچه‌های خیلی کوچیکه که همه میگفتن بخر. اون اولش مثلا اینا اندازش میشه، ولی فکر کنم که این اندازه بچه حالا شاید هم اومد بیرون و همه دکترها اشتباه کرده بودن. شاید. درسته. خب بعد براتون بگم که اینجا یه سری ما لباسای این لباس پیرمردیه که داریم براش که خیلی قشنگه به نظر. نه مال همین نوزادیشه نه؟ ها آره. یعنی مال اون سنه. این مال نوزادیه. بعد براش کاپشن ژاکت داریم. بعد اینو داریم بر پسرم با شلوارش. خب شلوارش هم شما. آره. بعد اینو داریم با شلوارش که دایناسور داره روش. خاصه سه لباسای اینجوری داریم براش. اون صورتی رو من خریدم براش. با هم خریدیم. آره. آره این رنگو منم دوست دارم. منم دوست دارم. صورتی نیست این رنگ، نمیدونم چی بهش میگن، ولی منم دوست دارم. بعد دیگه برات بگم اینجا هم باز این لباس عیدشه. این لباس عید بچه است. آره. حالا ممکنه بگین چقدر بیرنگه. بابا رنگ داره اینا ها. آره. بعد دیگه این هم لباسای کم بزرگتریشه. یقش اینجوری شده تو بابا. بعد دیگه لباسای زر بزرگتریشه. بعد اینا هم لباسای بامزه دوستای من خریدم براش که روش نوشته I have crazy aunts and I'm not afraid to use them. این یکی دیگه دوستام که اسمش آتریاس خریده که گفته if mommy says no I'll ask auntie آتریا. اینو کامل چیز کرده. آره آتریا خودشو. اینم جالبه، من اینو دوست دارم. اینو نشون میدادی یکم. اینم تو خرید براش. ببین گاو داره، تراکتور داره. این رنگی هم هست. آره اینم واقعا ببخشید صداهای. بعد دیگه این تو هم فعلا حوله هاشو چیدم. حوله هاشم 2 تا حوله جنس حوله گرفتم، 2 تا حوله جنس اون پارچه ها که گفتم زود خوش میشه از اونا گرفتم. کشوهاشم فعلا من اینجوری چیدم که این فعلا مال نیوبورن، سنیه که هنوز زیر 0. زیر 0 حتی، چون میگم همه به من گفتن زیر 0 بگیر چون بچه ها کوچولو به دنیا میان، لباسا براشون گشاده، مثلا 0 تا 3 ماه که بگیری براشون گشاده. زیر 0 یعنی که همون اول 0 تا 0. 0 داریم و بعد میشه 0 تا 3. حالا خلاصه امیدوارم که اینا اندازش بشه دیگه. اینا اوناییه که بهتونشون میگم اگه نشد با قیمت مناسب به فراز میفروشن. اینجوری لباسای سرهمیشه. بعد اینا نکتهش اینه که از اینا داره. چی داره؟ اینجوری یعنی دیگه لازم نیستش که دستش کنی، خودش اینجوری میره تو دستش. پاشم که بسته است. اینا زای خوبه، ولی واقعا فکر نمی‌کنم بچه 4 کیلو خورده یه ما این تو بره. درست میگم؟ دستش جا میشه این تو. آره. حالا دیگه بعد ببینیم که با قیمت مناسب به فراز و سارا هدیه میدیم. سارا و فراز. آره. خب این از این. بعد اینم بلیزاشه، شلواراشه، اینم جوراباشه. این جورابشو من دوست دارم.
نوشتم یکیش I love mom یکیش I love dad. قشنگ. آره. بعد دیگه این از این اون وقت میشه 0 تا 3 ماهشه که اینا سر همیاشه، بلیزاشه، شلواراشه. بعد دیگه این مال سنای بزرگترشه به ترتیب این 3 تا 6 نه 3 تا 9 چی؟ 3 تا 6 6 تا 9 9 تا 12. اون بر دیگه کمد نوجوانی بچه است. نه دیگه خیلی دیگه نخریدیم، گفتیم حالا باز ببینیم چجوری پیش میره، بچه چجوری میشه. اونم واکنم یا چیزی توش خالیه. یه سری جورابای بزرگتری شو ریختم توش. خب اون برم میریم. اون بر خیلی چیزی نداریم، میتونیم بریم. اینم چیزشه، دوربینشه، دوربین مداربسته بچه است. اپلیکیشن داره و بس میشه. این برم اگه بخوایم بریم این بر خیلی چیزی نداره. این چیزاست که مال بدنه باز درسته. آره اینا مثلا اسباب بازیش من شستم اینجا گذاشتم، اینا همه رو شستم. نه بعضیش خودمون گرفتیم، بعضیش هم بهمون دادن. کادو گرفتم براش. آره کادو گرفتم براش. آره. این یه گرگه در لباس موش خرگوش، یه خرسه در خرسه لباس خرگوش پوشیده. شما میبینیم یاغ چی یه هوا میکنه میخوره. بعد اینم قشنگ اینجا فعلا لباسای همینجوری شو گذاشتم، ولی این لباس کریسمسشه. این کلاهشه که میتونی بگیری. آره اینم بلیزشه. حالا اینم کریسمس تنش میکنیم. اینم تنها کفشیه که براش خریدم که به لباس عیدش بیاد، عید بپوشه. خب خلاصه این بود از اتاق بچه که شما خیلی نگرانش بودید. دیدید شد؟ نگران نباشید. این بچه چون نمیاد که موجودی. یه سری هم نگران این پنجره و دما و اینا بودن که حالا پرده داره، شیشه ها دوجه داره است. شیشه هاش نشکنه، اینا ایسه گفتن توپ بچه همسایه بخوره چی میشه. بچه نوه یا آقای پیریه تکی زندگی میکنه، نوه هاشم خیلی بزرگن. اون بتونه اونجایی که اونجاست این توپو به اینجا. آخه بعد اصلا چیز داره. آره خلاصه نگران نباش اتفاقی نمیافته. دیگه فردا رو میخوایم شدتر دیگه تقریبا چون تموم شد دیگه. یه 2 تا کالسکه باید باز کنیم. آره کالسکه تموم شده کاره. آره دقیقا. سلام. صدای ما رو دارید از روز 2. فردا میریم بیمارستان که یه بخشی از اون آماده سازی اومدن بچه رو بکنن. بعد پس فردا هم دوباره قراره بریم که دیگه اون آمپول اصلی رو بزنن که مثلا بچه بیاد. ولی خب ممکنه که بهمون گفتن فردا اگه بیان یه احتمالی هست همون فردا نگهت داریم. حالا خلاصه بعد ببینیم چی میشه دیگه. ببینیم فردا میشه روز نگهداری ما یا پس فردا میشه. خب ما اومدیم این مغازه دم خونمون، مغازه تارگت، میخوایم بریم خوراکی بخریم دیگه. اونجا تو بیمارستان میخوایم هله هوله بخوریم فقط. خب بریم داخل. کارت کو اونجاست. اینا چرا همش با مال بچه داره؟ همه اینجوری شده دیگه، تارگت جدید شده. آره ببین جای بچه داره و جای موبایل. خب ایستگاه اول چیه؟ چایی داریم تو خونه، ولی خب گفتم شاید مدل‌های مختلف بخوایم بگیریم. ببین چاییایی بگیر که چی؟ گلو رو نرم کنه. جدی میگم. بابونه. آفرین. فکر کنم این برای من خوبه. بیا کمامیل، لیمو، جینجر و هانی. چه خوب. میشه چیز بگو. لیمو، زنجبیل و عسل. این عالیه. ببین کمامیل هم پیدا کردم بعد بابونه. میخوای؟ بله 100%. بیا ارگری. یکم باز شده این یکیشو برده که باز نشده. یا تی بگه همه. خب این شد چای. تمام شد. نوتلا خراب شد بخرین، جایزه برای من. سپیده آره از دیروز 2-3 روزه میگه که نوتلا ما لازم داریم. بیا پفک چیپس. خب آخ جون. اینجا بخشیه که اینو ببین چیتوز اینا زده، میدونستی؟ بعد امتحان بکنی. نه هالوپینیو داره. برش اون سپیده. راست میگی چیپس پفک هالوپینیو. حالا امتحان میکنی. هالوپینیو بگیری؟ نه 100% اینو بعد امتحان کنیم.
خب خیلی مضریه ولی حالا دیگه اینا یه باره. خب اینو منم برای خودم بردارم. برد اون سالمه چون خب پرینگلز هم که من دوست ندارم. بریم اون بر دیگه. بریم اون بر. چیزایی که میخوان. چی برداشتی؟ شکلات لینت. اینا خوشمزه است. آره اونجا بخوریم. موزه یه نداری بچه به دنیا. بریم. ببین اینا ما از این ردیف تقریبا چیزی نمیخواستیم. نه بیشتر به خاطر تو داریم میخریم. ما تو هر کدوم میخوای بگو الان. از این پروتئینا نمیخوام اونجا من بخورم. نه پروتئین بار برات خریدم. بیا آب بخریم سپیده. آب میخریم بیا که آب اگه خب رسیدیم واقعا بخش چیپس دیگه. من چیپس ساده از این مارک خوبه برداشتم. این چیپسیه که سپیده برداشته. خب من چی بردارم؟ من یه دونه سرکه نمکی برداشتم. این بهتره. این بهتره یا این؟ ببینم این یا این؟ اونو بردار. خب اینه چی اسمش چیه گفتی؟ پیاز جعفری. البته که این پیاز جعفری نبود. این همون اینجا مزه پیاز جعفری ایرانو میده این. آره این بهش میگن اینجا پیاز و ساور کریم. چی میشه؟ یه چیزی مثل خامه ترشه. بابا اینا هست تو ایران به اسمی. ساور کریم؟ من مثلا چه میدونم. نه آخه اینجا تو غذای مکزیکی میریزن تو غذای. الان به شما تو کامنت ها میگن که ساور کریم تو ایران چیه. بگین ساور کریم تو ایران چیه. ایران همه چی هست. خب 3 تا بیا نوتلا. نه اون نوتلا نیست. یکی اینجا گذاشته. بیا بریم نوتلا پیدا کنیم. بیا آبم میخوای برداریم همینجا. لباس نمیخوام برای بچه. این مغازه تارگت همه چی توش داره. اینا رو دوست ندارم. خب اینا چوب داره. نوتلا توشه. آره مثل چوب میذاره با نوتلا. این خیلی بزرگه. نه دیگه این گنده اینه. این کوچولوشه بچه‌ش. همونو بردار دیگه. همونو بردار. دیگه حالا که مجبورم. بچه خواسته. همه چی رو برداشتیم. هر چی می‌خواستیم. همه چی رو برداشتیم. این خرید مختصر و مفیدی شد. تون ماهی نمیخواین؟ تون ماهی برای بیمارستان. آره بابا اونجا خوراکی من نمیدن. اشکال نداره. خوراکی بعد از بیرون میگی. من غذاهامو میدم تو بخوری. از خود گذشتگی مادرم. خب خوبه دیگه. ما بریم اینا رو حساب کنیم و بعدم بریم اینا رو بذاریم توی کیف بیمارستان. من فکر کنم تمام مدت اینم میمالیده به این. اگر مشکل صدا داشتید به بزرگی خودتون ببخشید. امروز اینا رو بریم بذاریم توی ساکمون، ادامه ساکمون دیگه ببندیمش و با ما باشید تا فردا دیگه که روز آخره. سلام. ما برگشتیم و یک روز مونده. روز آخر. حالا. آره روز آخر. پنجشنبه. امروز روز آخر. آره پنجشنبه که جمعه قراره که پسر ما بیاد و ما داریم امروز میریم بیمارستان که بالون بذارم برای من، ولی دکتر گفته یه احتمالی هم هست که همونو نگهت داریم. خلاصه ما داریم با بند و بساط بیمارستانمون میریم که بهتون نشون بدم. بند و بساط من ممکنه فکر کنید ما داریم مهاجرت میکنیم برای بار دوم، ولی نه ما داریم بدون اینا نشون بده. تو کیفت چی گذاشتی؟ من اینو این اضافه است. من اداری منو بعد انجام بدم. این ساک منه که وسایل من توشه. این ساک سروشه که وسایل سروش. ویدیوشو گرفتیم ولی نسبت به چیزی که شما دیدین اینا یه 2 برابر چیز رفته توش فعلا. چرا از ساک تو بزرگتر از ساک منه؟ پتو توش گذاشتم. پتو اینا. این توش وسایل شیشه بچه و اینا هست. اینو بگی. این خوراکیای سروشه. آقا این خوراکیه. خوراکیای هر دومون میخوریم. یه خوراکیه. بعد این چیه؟ اینا همه چیزایی که شاید استفاده شه شاید نشه. اینا رو بیمارستان اصولا میده. چیزایی که برای بعد زایمان طبیعی مادر احتیاج داره. اینم که شیشه یه دونه شکلات این تو مونده. خوبه دیگه. درش بیار بنداز تو خوراکی‌ها. این اونایی که سنشون کمتره احتمالاً ندیدن. ما زمان ما یه کارتون که نه یه چیزی بود، قصه های مجید. یه دفعه پسره داشت میرفت اردو، بعد با مامان بزرگش زندگی میکردن. مامان بزرگی یه چیز انقدی بهش متکاینا بهش داده بود. نه آره بیچاره آبروریزی شده بود. بیبی اینا چیه؟ چیه رخت خوابت چیه؟ آخه اینا رو
میخوام چیکار؟ گفتم 2 تا دونه پتو بیار. عقلشون نمیرسه، تو هم عقلت نمیرسه. شبا با قبلشم خیلی سرده. اینا که چی دونی؟ بدون به چاد و برابر اینا رو آوردن. این گردوارم زدم اینجا، اگه نهارشانتون عقب افتاد 2 تاشو بشکن بخور، دلت ضعف نره. آخه اینا رو چطوری ببرم؟ من فکر اونجاشم کردم، ناراحتی اونجاشم نه. حالا ما ولی اینا رو خورد از ماشین میبریم که آبرومون که نفهمه. شیک اولش که شیک بدون هیچی میریم. اگه شب باید بمونی خورد یواشکی یکی میاریم بالا که آبرومون نره. آره یه جا به ذهنمون رسید این چمدون کوچیکا رو بذاریم بدون همون گنده ها بیاریم. مرگ یه بار، شیون یه بار، یه دونه اینا بریم تو، ولی گفتیم نه این قشنگه. آره اینجوری 20 تا چیز اینجوری به تصویر. بابا خورد میاریم، آبرومون حداقل نمیره اونجوری. خب ما میگیریم. آره خلاص ما داریم میریم بیمارستان. با ما باشید، براتون ویدیو میگیریم توی بیمارستان. خیلی خوب ما رسیدیم بیمارستان و توی آسانسور بیمارستانی. آسانسور پارکینگ. آره آسانسور پارکینگ. راست میگه هنوز بیمارستان نرسیدیم. این بر بریم. این برات. اینجا آره این بیمارستان ماست. خب ما اومدیم بیمارستان، اسممون رو دادیم، به ما گفتن بشینید اینجا اصولا نم سروشه جاییه که اتاق انتظار چیزه، اتاقیه که آدم که میان ملاقاته اینجا میشینن. اتاق نشون بدن میشینن اینجا که بعد صداشون کنن که چیز شه، وقتشون بشه که مثلا یا تو آماده شی که مثلا کی بیان تو اتاق اینا. ما اتاق انتظار اینجوری ما گفته فعلا اینجا بشینیم. اینم سروش بودیم انتظار میکشیم. ما داریم انتظار میکشیم تا اینکه بیان صدامون کنن. خب سبیده سلام. خوبی؟ چه خبر؟ خبر که چیزی ما بودم ما رو تو اتاق. حالا فعلا منتظریم که دکتر بیاد ببینی که اوضاع چطوره. خب ما اومدیم، بالانو گذاشتن، خیلی دردناک بود ولی خب همین که تونستم بزنن خودش خبر خوبیه. بعد الان داریم پارکینگ میگیریم، پارکینگ یه هفته‌ای چون ارزون‌تر گفتم بهمون میشه. بعد داریم اون پارکینگ رو میگیریم و داریم میریم خونه دیگه. خوبیش این شد که الانم میتونیم بریم خونه، امشب رو همچنان خونه بخوابیم که آروم ببریم. این پرستاره میگفتش که کوچولو بخور، دکتره میگفتش که غذای مشتی بگیر بزن. پرستاره گفت چیز سبک بخور، دکتره گفت بهترین دیگه غذایی که میخوای بخور، سنگ تموم آخرین غذاهاتونه که راحت قبل بچه میتونید بخورید. خلاصه ما رو انداخت به چیز دیگه ای که جالبه بدونی اینه که امشب ماه کامله. فول مون. گفت اتاقمون پره و این مثل یه چیز واقعیه که وقتی ماه کامل میشه اتفاقای عجیبی میفته، از جمله این که تعداد زیادی بچه به دنیا میاد. انگار جاذبه مثلا یه جوری میشه که میکشه این بچه ها رو پایین. آره. چیز اینجوری. آره یعنی یه چیزایی وجود داره. خوبی؟ آره باد زد بچه دو بچه. خلاصه یه بعدیش هم اینه که خیلی بیمارستان شلوغه، ممکن تخت نباشه و با فردا مجبور شیم دیرتر بریم. آره گفت حالا زنگ بزنید. حالا خلاصه بریم ببینیم چی میشه. خب ما برگشتیم خونه. درد داره سپیده؟ درد داره. یه املت زدیم. بعد دیگه چی؟ لیلا هم برامون دوباره چیزا بود. لیلا هم برامون خورشت کرد و حلوایی بود. سپیده میخواد اونم بزنه. تا دیگه حلیم هم گرفتیم فردا صبح بخوریم. توپل بریم بیمارستان هر بالا بیاریم. نه دیگه سریال ببینیم یکم و الان هم هفته و نیمه. آره 3 ساعت گذشته وقت گذشت. نه 2 ساعت 4 و نیم گذشته. 4 و نیم یه رو به 5 گذشت نوشته رو کاغذه. 2 ساعت گذشت. همونقدر درد داره. اون پرستاره گفت که few couple of hours 2 ساعت هم نگفت. حالا انشالله کمتر شد. حالا تا فردا. سلام. صدای ما رو داریم از روز 0. ما دیگه روز آخره داریم الان پوشیدیم که بریم بیمارستان.
و گفتیم که فول مون بود دیشب. آره اونو که توضیح دادیم. امروز آره. داریم میریم الان مشکوک به شکستگی آب. چی؟ پارگی آبی. پارگی کیسه آب هستیم. ممکن هم هست که اشتباه باشه. چون صبح زنگ زدیم گفتیم ما وقت داریم، گفتن فعلا شلوغ لازم نیست شما بیاید اگه حالتون خوبه. حالا ولی چون مشکوکه به چیزی شکستگی آب داریم میریم، ولی ممکنه باز بگن نه باز برگردیم، چون گفته بود 12 ظهر زنگ بزنید ببینیم چیکار داریم یا نه، که هنوز 12 نیست 10. ولی ما میریم چون میگم چک کنم ببینن که کیسه آب پاره شده یا نه، و اگه نشده بود برمیگردیم، اگه شده بودم که دیگه همونو هستیم براتون اونجا میمونیم. ولی تختا کیپ تا کیپ تپ 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 بچه داره به دنیا میاد، بریم ببینیم که. ولی یهو خالی میشه، خوبیش این میشه کاش خلوت. خب یهو خیلی رفتن، یهو هم خالی میشه. خب فردایی ها میاد. خب بکنم دیگه اون بود. حالا بریم ایشالله، امیدوارم. من خواستم یه امید واهی بدم شاید مثلا اتاق خوبا به ما برسه. شاید آخ راست میگه اتاق خوبا هم یه پر احتمال. آره دیگه اب نداره. خب چی شد؟ منفی شد. بچه نداریم. آزمایش منفیه، اشتباه کردیم. دوباره فکر کنم ردمون کنم بریم. حالا از دکتر بپرسه ببینه که نگهمون داره یا ردمون کنه بریم. خب به سلامتی بچه به دنیا اومد. ما دوباره داریم برمیگردیم خونه، ما مسخره کردیم خودمون رو بیمارستان. ناراحت شما هم که یه ولاگ بی‌معنی شد. ما میگیم رفتیم روز آخر خداحافظ، بعد برمیگردیم. خلاصه ما رفتیم خبری نبود، دوباره قرار بریم خونه، تختی آماده شد بهمون زنگ بزنن. گفتیم ما کی دوباره بیایم مزاحم شیم، دیگه همه ما رو میشناسن اینجا. گفتن شما دیگه برید، ما به شما زنگ میزنیم دیگه وقتی شما نوبتتون شد برید راحت باشید. خب بیا. بعد دیگه براتون بگم که همین دیگه ما دیگه برمیگردیم خونه و این هم یک تلاش ناموفقه. امروز که دیگه نمیاد بچه دیگه احتمالاً، مگه اینکه ممکنه، ولی همچنان اون چی میشه. خداحافظ. ما بالاخره داریم میریم بیمارستان. بالاخره داریم نمیریم بیمارستان. بالاخره برای بار واقعی، بالاخره برای کار اصلی، اون اتفاق اصلی داریم میریم بیمارستان. به ما زنگ زدن گفتن تخت خالی شده، الان ساعت 8:10 شبه. بعد جمعه همون شب روز 5 دسامبر جمعه 8:10 شب ما داریم میریم. و خوبیش اینه که دکتر خود منم امشب دکتر شیفته. ببینم الان دیگه 5 دسامبره خب ایران، ولی ایران دیگه رفت روز بعدی. ولی بچه ما به دنیا بیاد بهش میگن روز قبلی، به حساب میکنن 5 دسامبر. آره فکر کنم حساب میکنن 5 دسامبر میشده مثلا 15 آذر مثلا، اصلا که در اصل 16 مثلا. اینم برای کسایی که مخی هستن. ولی من فکر نکنم بچه ما تا قبل 12 شب بیاد. درنچه نگران نباش، تاریخ 6 دسامبر شمسی و میلادیش یکی میشه. یعنی یه نگران بودن، نگران نباش. نگران قمریشم. قمریش که دیروز ماه کامل میشه روز 1 ماه یا روز آخر ماه، اطلاعی ندارم. ولی خب ماه قمریش هم میشه روزی که دیگه امروز ماه تو آسمون نیست دیگه، ماه صفر ماه. اوه ماه شب 14. اوه یعنی قمریش هم 15مه. چیزای بیخود بی معنی. خب ما بالاخره برای بار آخر اومدیم بیمارستان. ما چمدونای اصلی رو آوردیم که فکر کنن ما خیلی شیک اومدیم. فقط شیک با این دوتا چمدون. بریم. آره ولی نمیدونن که صندوق پر ساکه. کم کم میام اینجا رو تشکیل میکنن. خب بریم ببینیم واقعا راهمون میرن این بار. خب این دیگه این راه رو انشالله برای بار آخر میبینیم همگی و میریم که ببینیم که برامون میگردونن یا نه. ما بالاخره صاحب اتاق شدیم. تور اتاقو بدم؟ دستشویی شروع کنم یا نه بذار اتاق شروع کنم. خب این که سپیده است توی اتاق، این دستگاه های اتاق همه چی اینجاست. این سفیده است رفته دیگه تو لباس چیز. اینجا بیوره. حالا صبح بعد فیلمشو بگیرم پیدا نیست. اینجا که دیگه سلام علیک کردن و
آره اینجا تلویزیونه 5 دسامبر گفته خوش آمدی سپیده. اینم جاییه که تخت بچه است، بعدن که بچه بیاد میذارنش فکر کنم اینجا، اگه چیزی بخواد این پوشکشه دیگه. براتون میگم که دیگه چی، دستشویی. اینجا هم دستشوییه که همون داره، اگه بخوایم بریم از این تو پاکه کمک میکنه. بعد دیگه اونم تخت منه. آره تخت میشه مثل که اون تخت میشه که مبل دیگه. اینشو بکشم پایین. نه اینو گفت دکمه رو بزن. این حالا قراره باشه بشه تخت و سپیده. آماده ای؟ یک تا 3 بچه رو باشه. خب ببینیم چی میشه دیگه. شب طولانی میشه، کوتاهی میشه؟ طولانی میشه فکر کنم، ولی خب دیگه آغاز برنامه ها ولی شروع شده دیگه. خب همین دیگه، با ما باشید دیگه. پدر بچه گیر کرد. ببین این دیگه بلاگ تا بچه بود دیگه، درسته؟ این میتونه باشه بلاگ فکر کنم دیگه کم کم این بلاگ باید تمام بشه، چون دیگه رفتیم توی بچه. آره خیلی باش. پس با ما باشید تا دیداری بدرود. دیداری دوباره. خداحافظ.